بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم ویدیو خیلی خفن دیگه. حتما لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. بریم ادامه ویدیو. امروز اومدیم ویدیو خیلی خفن دیگه. فول بارسلونا ساختیم. ترکیب خوبی هم نیست، بدی هم نیست. فقط من از بارسلونا دفاع بارسا نداشتم، فقط کوبارسی و ژولکانده داشتم. فقط همین دوتا، یکی جوردی آلبا با یکی هم مارتینز دفاع کم داشتم، یعنی همه بازیکن بارسا داشتم. بریم اسمش نگاهی بندازیم. ویکتور بایا که این زمان ده بارسا هم بوده دیگه، خیلی دروازه‌بان خوبه، روی 101 وایستاده. بعد دفاع راست ژولکانده، این هم چه دیگه داره با یامال میتر کنن. کوبارسیش روی 100 وایستاده، خیلی کوبارسیش هم خوبه. مارتینزش هم چون دیگه دفاعی نداشتیم دیگه مجبور شدیم مارتینز رو بخریم. مارتینز هم دفاع خوبیه برای بارسلونا. که جوردی آلبا چه یک زمانی با بوسکس و اینا چی بازیایی میکردن. متاسفانه بوسکس رو نتونستیم بخریم، ولی دیگه پدری و گریزمان داریم. خب هافبکمون پدری و گریزمان و هافبک هجوممون آقای دیوید بکام که یه زمانی تو بارسا درخشید واقعا. و این مهاجم رو نگاه، وینگر رو نگاه. وینگر راست مسی آوردیم، وینگر چپم نیمار و مهاجمم دیگه سوارز. دیگه خط MSN واقعا این عالی. خط MSN واقعا فوق العاده است. اینم از تعویضیامونه که فقط ما استتا استفاده می‌کنیم، چون زیاد دیگه بارسا نداشتیم. این دیگه تیم‌های دیگه این سن بارسا لواندوفسکی، فران تورس و داوید دیار داریم. بریم تو دیویژن 3 یه بازی انجام دهیم، ببینیم میتونیم بازی اون رو ببریم یا نه. واقعا ایده باحالیه. حتما اگه فول رئال هم میخوان حتما تو کامنت ها بنویسی، با فول رئال هم میریم. خب این هم دیویژن 3 ماه که ویدیو قبلی از دیویژن دو بودیم که رفتیم دیویژن 3. خب یه حریف 4 آنتن پیدا میکنیم، ببینیم میتونیم ببریم حریفمون رو یا نه. استرنجش هم 3130. استرنج ما هم از فول بارسا شده 3095. بیشتر هم میتونستم دیگه مارتینز و چون مارتینز بود تا 96 میرفت. دیدیم ترنر نداشتیم متاسفانه نشد. اوه مسی حالش کلا بده و اوه. خب فران تورس بیاریم یا نه؟ سکو نیمه دوم نه اصلا باشه. مسی هم حالش بد باشه بازم خوب میتونه بازی کنه. خب تیم حریف وای وینی، من حسرت وینی موندم. باز یه 100 کوینم زدم بازم نداد. حداقل کریستیانو آندری هم میداده. این کریستیانو واقعا آماری فوق العاده است. خب یک گریزمان، کیلان امباپه، ترکیب خوبه، بد نیست. میتونیم ببریم. همه رو پاک کردم. من دفاع خیلی آرای خوی 94. با نخوریم دفاع نشه. نه ویکتور بایا بازیش رو سوارز هم مدل موهاشو تغییر داده. بزن مارتینز بده. خیلی لگه بابا، اصلا نمیشه بازی کرد. اصلا نگاه، اصلا واقعا نمیشه. باید بازی بعدی تست بیشتر بگیریم. خیلی چالش باحالیه. حتما شما هم انجام بدیم. میتونیم ببرین یا نه؟ میتونیم اول یه گل بزنیم. وای چجوری؟ میریم اولی 0-0. من دفاع مارتینز خوب بوده برای ریتینگ خودش. نخوریم. به بزن. وای نخوریم. نگاه میکنی اصلا لگ خالصه، اصلا نمیشه بازی کرد. آقا حرکتی ما پاس میدیم او پاس میده، ما پاس میده او پاس میده. بزن ضرب سر سوارز. بده مسی.
بده برو. وای سوارز. وای مسی که حرکتی زد. ماشاءالله مارتینز. بده مسیو. وای همین کریستیان آندری بود واقعا. وای نخوریم. وای بزن تکله دیگه. به به پنالتی هم نشد. وای خیلی شانس داریم میاریم. همین کریستیان آندری بود واقعا. دفاع آماری واقعا فوق العاده است. خیلی لگه. وای بده. اصلا دفاعش هم خوبه واقعا. وای داریم شانس میاریم. برو مسی. پاس بده. وای سوارز بهش نرسید. فقط داره یا کوبارسی جمع میکنه یا مارتینز. واقعا نمیشه بازی که. وای نخوریم. نخوریم و تمام. خورد. خیلی بد گل خوردیم. بکشیم جلو. خیلی لگ داره واقعا. اصلا نمیشه بازی کرد. این بازی که واقعا مشخص نشد. نخوریم بیشتر. نخوریم و محمد صلاح به ما 2 تا میزن. واقعا الکی گل میخوریم. راحت دفاع خالی میشه. بازی دوم باز لگ نداریم. باز بهتر. وای این کریستیان آندری واقعا عالیه. دفاعش واقعا عالیه. دفاعش جوردی آلبا. ما گل بعدی هم میخوریم و گل بعدی هم واقعا زود دفاع خالی میشه دیگه. همه رو محمد صلاح زد. هتریک کرد. بازی دوم میبریم. این بازی واقعا لگش زیاد بود. اصلا نمیتونستیم کاری انجام بدیم. این واقعا حیفه. باید ترکیبش به خوشگلی فول بارسا ببازیم. حتما فول رئال هم میریم. هر تیم دیگه هم بخوایم ما میریم. فول بایر مونیخ، فول منسیتی. بابا نرو کوبارسی بیرون. هر تیم. برو نیمار یه گل جبران کنیم. برو نیمار بزن. وای دخواه میگیره. وای خواهم یه راست تو دروازش بزنم با دید بکن. ما چه دیگه گل هم بزنیم. دروازه با هم میاد جلو. بد زد. بد. ما چه کلم دیگه. دروازه اونم خالیه. به به. بعد تموم. 3-0 میبازیم. یه دستگی بزنیم حتما بازی میبریم. بله سریع حریف 4 امتله بدم کارش. باشه لک نباشه. خب 3093 3000 ما ازش بیشتره. 2 تا استرین از ما از بیشتره. بچه حمایت یادتون نره. حتما لایک کامنت صاف فراموش نشه. این دفعه مسی حالش خوبه. سوارز هم حالش خوبه. نیمار همه خوبن. تقریبا میشه گفت بازیکنان خوبن. خب پوتو رونالدو. واقعا من پوتو رونالدو واقعا دوست دارم داشته باشم. مربیش هم هانسی فلیکه دیگه. بارسا هم ترکوند و چه کامبکی زد به اتلتیکو مادرید. واقعا جذاب بود. برای همین گفتم بچه ما بارسا نسازیم. بریم میتونیم دیویژن ببریم بازیمون یا نه. امباپه واقعا خطرناکه. باید امباپه رو مثل هر چی ببندیمش. مارکش کنیم. بزن بریم. اینو میبریم اگه لگ نباشه.
خب ببینیم اول کی بازی شروع میکنه. خب ما بازی شروع میکنیم. سوارز این هم یکم لگ هست ولی برو سوارز. وای بذار سر به بگیر کوبارسی. واقعا فندق خوبه. هر کارتی از فندق واقعا عالیه. هم حتی 99ش. سوارز بده مسی برو. مسی چه سرعتی داری. بده سوارزو. برو سوارز تک با تکی. بزن سوارز و تمومه. سوارز دقیقه 20 بازی اولین گلش رو میزنه. چقدر سوارز باله واقعا. کارت 93 هم میتونه گل بزنه. نخوریم. پاس لیونل مسی. بزن بالا. اگه بتونم 1-0 نگه داریم واقعا خوبه. برو نیمار. بده سوارز. اصلا پاساشون هم واقعا بده. برو سوارز. دیگه مثل دفعه نیست ولی خب داره. نخوریم. وای بابا نخوریم. یک تو باید بیا جلو. خب 1-1 خیلی بد شد. بده اینو. بده. وای این فندک فقط سوارز رو گرفته. مارک کرده سوارز رو. یک تا باید بزن بالا. بزن زبسه رو. بابا مسی. برو سوارز. باید این بازی رو ببریم. وای نخوریم. برو نیمار برو. وای فندک چقدر قویه این کارتش. کارت چند بود ریتینگش ندیدم من. بده سوارزو. بده نیمار بزن. وای لگونه گو. من خیلی وقت زدم. اومد دروازش هم آورد جلو. وای چی تک باسی که خراب کردیم. الان گل میخوریم. نیمار همونو باید میزدی. میتونستیم بزنیم دیگه. گریزمان هم خیلی خوب بازی کرد. وای شانس آوردیم. تمام. و 1-1 به پایان بازی رو باختیم و بازی رو مساوی کردیم. واقعا خوب بود. خیلی چالش عجیب و خیلی خوبی بود. حتما با فول رئال هم میریم و هر تیمای دیگه هم میخوان حتما تو کامنت ها بنویسید و 5 رنتینگمون اضافه میشه. خب بچه از این ویدیو خوشتون اومد من تو لایک کنید و ساب کنید. بعد اگه هر چالشی دارین تو کامنت ها بنویسید. من چالشتون رو میخونم و انجام میدم. و خدا نگهدارتون و حمایتم یادتون نره. و خدا نگهدار.